آقای دهقان مدتی بود که نایلون‌های گلخونش دچار پوسیدگی میشد و هر چند وقت یک بار مجبور بود اونا رو عوض کنه. این مسئله باعث صرف هزینه، وقت زیاد و گاهی خرابی محصولات توی گلخونشم میشد. یک روز توی مسیر رفتن به گلخونه چشمش به بیلبورد تبلیغات نیلوفر پلاستیک میفته و جمله رفع خرابی نقطه‌ای با استفاده از سیستم دوزینگ توجهش رو جلب میکنه. بعد از تماس با شرکت نیلوفر پلاستیک، کارشناس مربوطه اینطور توضیح میده که هنگام تولید نایلون‌های گلخونه‌ای به دلیل ترکیب نامناسب مواد تشکیل دهنده مدتی بعد از نصب، بعضی از قسمت‌های نایلون زودتر دچار خرابی و پارگی میشن. شرکت نیلوفر پلاستیک اولین و تنها تولید کننده نایلون‌های گلخونه‌ای هست که برای رفع این مشکل سیستم دوزینگ رو پیاده سازی کرده. بنابراین محصول نهایی با کیفیت و یک نواخته که طول عمر بالایی داره و باعث میشه گیاه کشت شده رشد یکسان و باردهی بیشتری داشته باشه. الان چند سالی میشه که آقای دهقان از نایلون‌های نیلوفر پلاستیک استفاده میکنه. دیگه از مشکلات قبلی خبری نیست و کلی راضی و خوشحاله. نیلوفر پلاستیک یزد، تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت.